دوستان سلام، وقتتان بخیر. برنامه امروز برنامه تربیت اطفال هست. ما در خانه های خود حتما کودکان و اطفالی داریم که اینها با هم مشاجره دارند و احیانا مشاجره لفظی است یا مشاجره فیزیکی است. این مشاجره از خود اسبابی دارد که این اسباب را انشاءالله با هم امروز بررسی خواهیم نمود. یکی از اسباب مشاجره کودکان در خانه، کودکان ما یعنی خواهر برادرها در خانه، احتمال است که غیرت یا حسادتشان باشد که یک طفل با طفل دیگر حسادت نماید و غیرت نماید و باعث شود که عکس العملی را که نشان میدهد همین مشاجره می باشد که می خواهد عکس العمل والدین خود را در این شکل ببیند که چی خواهد بود. مسئله دوم خودخواهی و حب تملک است که اطفال در آنها در از اطفال وجود دارد و به خاطر به دست آوردن چیزی یا به خاطر خودخواهی امکان دارد که این عمل مشاجره را با برادران یا خواهر خود انجام دهد. و همچنین سلطه جویی است. طفل سلطه جوی به خاطر اثبات وجود خود، به خاطر که سلطه خود را ثابت بسازد، فرض بسازد بالای خواهران برادران خود، از اعمال فیزیکی یا مشاجره فیزیکی استفاده یا غیر فیزیکی استفاده می نماید. و همچنین یک موضوع دیگر، اگر کودک ما احساس نقص نماید، احساس کمبودی نماید، احساس نماید که کمبودی محبت یا کمبودی های احترام و غیره، عکس العمل را که نشان میدهد همانا عکس العمل مشاجره با خواهران و برادرانش در خانه می باشد. و همچنین اگر ظلمی از طرف والدین به یکی از کودکان قرار گیرد، یعنی کودک زیر ظلم، مورد ظلم والدین قرار گیرد در رفتار و گفتار، عکس العملی را که نشان میدهد همانا مشاجره با خواهران و برادرانش خواهد بود. و همچنین یک مسئله دیگر هم که مسئله بسیار مهم است، حالت صحی طفل است. امکان دارد که از نظر صحی اگر طفل مشکل داشته باشد، مشکل امساک یا قبضیت، مشکل معده، مشکلات خستگی و غیره باشد، امکان دارد عکس العملی که نشان میدهد همانا مشاجره خواهد باشد. و همچنین تقلید از دیگران، امکان دارد که برادر بزرگتر طفل این عمل مشاجره را انجام دهد و هم برادر خودتر تقلید نماید، یا مادر یا پدر این موضوع داشته باشند که متاسفانه طفل این سلوک یا رفتار را از پدر و مادر خود تقلید خواهد نمود. و همچنین اخیراً روش های نادرست پرورش و تربیت طفل است. اگر ما در تربیت طفل روش های نادرست را انتخاب کنیم، طفل تنبیه فیزیکی نماییم، به طفل الفاظ نادرست را بگوییم، یا حقوق را که خواسته باشیم چیزهایی را که از طفل بگیریم اون به زور گرفته و از روی تغییر باورها نباشد، این روش های نادرست باعث خواهد شد که طفل ما هم عکس العملی را که در خانه انجام میدهد همانا مشاجره می باشد. پس این نقاط 8 گانه را که خدمتتان عرض نمودم متوجه باشید که یکی از این اسباب امکان دارد باشد که اطفال ما در خانه مشاجره دارند و این سبب پیدا کنیم و مشاجره حتما حل خواهد شد. در مشاوره خانواده و تربیت اطفال در خدمتتان هستم. می توانید با من به ارتباط شوید که اگر مشکلاتی در تربیت اطفال یا رفتار با اطفال داشته باشیم، با همکاری یکدیگر این مشکلات را حل نمایید. موفق و سرفراز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.